آیا تا به حال فکر کردی آینده قراره چه شکلی باشه؟ آینده‌ای که توش مغزت به اینترنت وصله. ربات‌ها جای خانوادت رو گرفتن و شاید تو اصلاً واقعی نباشی. امروز توی نیوورس فکتس میخوایم بریم سراغ 10 پیشبینی عجیبی که ممکنه توی آینده‌ای نه چندان دور واقعاً اتفاق بیفته. شماره 1: اتصال مغز به اینترنت. دانشمندها مثل ایلان ماسک دارن روی پروژه هایی کار میکنن که مغز انسان رو مستقیما به اینترنت وصل کنه. یعنی تو فقط با فکر کردن میتونی سرچ کنی، پیام بدی یا حتی فیلم ببینی. ولی یه سوال مهم پیش میاد: اگه مغزت هک بشه چی؟ شماره 2: قاضی‌ها ربات میشن. در آینده هوش مصنوعی ممکنه تو دادگاه‌ها قضاوت کنه بدون احساس، فقط بر اساس داده ها. شاید منصف‌تر باشه، ولی اگه یه باگ داشته باشه چی؟ زندگی یک انسان به یک خط کد وابسته میشه. شماره 3: ربات‌ها جای خانواده رو میگیرن. ربات‌هایی که احساسات رو تقلید میکنن، ازت مراقبت میکنن، حرف میزنن، حتی بهت محبت میکنن. تو فکر میکنی یکی از اعضای خانوادته، ولی اون فقط یه الگوریتمه. انسان بودن یعنی چی واقعاً؟ شماره 4: خاطرات قابل پاک شدن یا فروش میشن. دانشمندا دارن روی تکنولوژی هایی کار میکنن که میتونه خاطرات بد رو حذف کنه. حتی بعضیا میگن میشه خاطره ها رو از مغز استخراج کرد و فروخت. یعنی ممکنه تو یه روزی بتونی خاطرات یه نفر دیگر رو بخری و تجربهش کنی. شماره 5: آواتارهای دیجیتال جای ما رو میگیرن. تو میتونی یه نسخه دیجیتال از خودت بسازی که 24 ساعت هفته کار کنه. توی جلسات باشه، پست بذاره، حتی تو متاورس زندگی کنه. آیا تو هنوز توی این معادله وجود داری یا فقط یه کپی جای تو رو گرفته؟ شماره 6: جنگ‌های آب و هوایی. بعضی کشورها دارن روی تکنولوژی‌هایی کار میکنن که بتونن آب و هوا رو کنترل کنن. حالا فکر کن یک کشور از بارون یا طوفان به عنوان سلاح استفاده کنه. آیا قرن 22 قرنیه که جنگ‌های اقلیمی خواهد بود؟ شماره 7: آپلود مغز روی کلاود. تکنولوژی های آینده ممکنه بهت اجازه بدن کل ذهن و خاطراتت رو روی فضای ابری آپلود کنی. یعنی بعد از مرگ فیزیکی نسخه دیجیتالیت به زندگی ادامه بده. آیا این یعنی تو جاودانه شدی یا یه شبح دیجیتالی؟ شماره 8: نوزادهای سفارشی. با پیشرفت کریسپر، والدین میتونن رنگ چشم، قد، هوش یا حتی استعدادهای بچهشون رو انتخاب کنن. این یعنی پایان ژنتیک طبیعی
و شروع طراحی نسل جدید. اما آیا این عادلانه است؟ شماره 9. بیگانگان هوشمند به جای ما حکومت میکنن. بعضی تئوری ها میگن تمدن های پیشرفته تر ممکنه به صورت نامرئی یا دیجیتالی روی ما نظارت کنن یا حتی روزی برگردن و کنترل کامل رو به دست بگیرن. تو فکر میکنی واقعا تنها هستیم؟ شماره 10. شاید تو واقعی نباشی. تئوری شبیه سازی میگه ما ممکنه فقط بخشی از یک برنامه پیچیده باشیم که توسط موجودات دیگه طراحی شده. یعنی این زندگی، این احساسات فقط کدنویسی هن. حالا بگو تو واقعا وجود داری یا فقط یک کاراکتری توی یک بازی عظیم؟ واقعا آینده قراره چطور باشه؟ پر از امید یا پر از وحشت؟ شاید حقیقت جایی بین این دوتاست. اگه از این سفر ذهنی لذت بردی، لایک یادت نره، نظرتو تو کامنت ها بنویس و حتی کانال نئوورس فکت رو سابسکرایب کن، چون ما تازه اول راهیم. و یادت نره آینده خیلی زودتر از اونی که تو فکر میکنی از راه میرسه.